بله سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلامت باشید بیننده. شبکه وصال حق، بفرمایید. میخواستم با استادان سر صحبت کنم. بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه. شما دارید در استودیو با من صحبت میکنید. خودتون رو معرفی کنید و از کجا زنگ میزنید؟ هادی هستم از ارومیه. آقا هادی عزیز از ارومیه، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من شما رو خیلی خیلی دوست دارم، واقعا از ته قلبم میگم. ما خانوادی 5 نفری به لطف شما موحد شدیم. الله اکبر. دوستدار صحابه و اهل بیت شدیم. الحمدلله. یاد بسیار شما از کلیپ هایی که میسازیم و خیلی از شما تشکر میکنم. برادر عزیز، اگر لطف کنید بفرمایید که سبب این که خرافات و این خزعبلات مذهب باطل رافضی رو ترک کردید سببش چی بوده؟ اگر اینو واضح تر بگید تا بینندگان عزیزم متوجه بشن. فقط و فقط قرآن کریم بود. الله اکبر. ما وقتی که نماز میگفتیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما معنیشو نمیفهمیدیم. ما خلفای راشدین، بله، ما خلفای راشدین رو میشناختیم اما اصلا. الو؟ بله صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید ادامه بدید. خلفای راشدین رو اسمشون رو شناخته بودیم اما واقعا از زندگی اونا با خبر نبودیم. نمیدونستیم که ابوبکر صدیق کیه، عمر فاروق کیه، عثمان ذوالنورین کیه. با دیدن شبکه شما و کلیپ‌هایی که ساخته بودین درباره آخوند قزوینی و دیگر آخوند که علنا قرآن کریم رو، ببخشید من صدا یک دستی، ما آخوند قزوینی که کلیپ‌هاشو دیدیم فهمیدیم که مثلا فقط خرافاته. ما دیدیم که روز محرم که مردم سر صورت خودش میزنن، سینه میزنن، اما از نماز از این چیزا خبری نیست. کسایی که تو محرم تو صف اولتون اصلا نه روزه نه نماز، اصلا خبری نیست. درست. و ما با این نگاه کردن به اینا و نگاه کردن به شبکه شما فهمیدیم که مذهب اهل سنت، مذهب واهی، مذهب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ما باید با جان و دل هر چی که میخوان از خدا، فقط از خدا مستقیم بدون واسطه. الله اکبر. هر چی که میخوان فقط از میخوان. الله اکبر. خدا که ارحم الراحمینه. الحمدلله. خدا که ارحم الراحمینه. هر چی که بخوان به ما میده. لازم نیست که بریم پیش این شیخ اون گنبد بارگاه. از شما خیلی تشکر از شما. تشکر از شما. الله متعال شما را حفظ کنه و در این راه ثابت قدم بداره برادر عزیز. سلامت باشید. خودم دانشجو من با ترس و اضطراب به شما زنگ زدم که شاید فردا بیان دنبال من ببرن که چرا با این شبکه زنگ زدید. الله متعال حفظتون کنه برادر عزیز و گرامی. اون اللهی که ما را آفریده حافظ و نگهدار ما هست و این یقین داشته باشید که آنچه که در تقدیر انسان هست به انسان میرسه و هیچ کس، حتی حکومت ها با وجود همه قدرتی که دارن نمیتونن ضرری به انسان برسانن مگر آنچه که الله سبحانه و تعالی بخواد. خداوند رو شکر میکنیم که استادانی مثل شما رو داریم که به ما این قوت و قلب رو میدن و میدونیم که در راه خداوند هستیم. الله اکبر. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. خواهش شما و به شبکتون برکت بده و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من تشکر میکنم از این برادر عزیز و گرامی که با این جرأت اومدن و حقیقت این مذهب باطل رو بیان کردن و برای ایشون و برای همه کسانی که راه حق و حقیقت رو یافتن آرزو میکنیم که الله سبحانه و تعالی اونا رو در این راه ثابت قدم بداره و حفظشون بکنه ان شاء الله.